درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و هر کجا هستید غم از دلهای قشنگتون دور باشه. اینجا چهارراه مخبرالدوله است. با مترو سعدی میتونین اینجا بیاین با نمای زیبا از ساختمان‌های قدیمی. دوستان عزیزم، شما را دعوت میکنم به دیدن این ویدیو با روایتی زیبا از داستان باغ سپهسالار. قبل از اینکه داستان زیبای این خیابون رو بگم، بهتر اشاره کنم که الان نزدیک سال نو هستیم و عزیزان مشغول خرید لباسای عید هستن. این خیابونیه که پر کیف و کفش، انواع مدل کفش های اسپورت، چرم، مردانه، زنانه و بچگانه هست. خیلی از عزیزان از من خواستن چون نزدیک عید قیمت اجناس رو براشون بگم. منم اومدم به باغ سپهسالار هم داستانش رو بگم هم قیمت ها رو بهتون بگم. ولی همیشه دقیقاً موقع بهمن ما تا آخر بهمن حراج چکمه ها هست که در این زمان قیمت ها شکسته میشه و شما میتونین از این حراج فوق‌العاده استفاده کنین و 2 تا چکمه برای سال بعدتون بخرین. مثلا چکمه‌های چرم که 3,200,000 بوده شده بود 2,200,000 و جلوتر که بریم قیمت بقیه کفش‌ها رو هم بهتون میگم. خوشحال میشم که مثل همیشه از من حمایت کنین با لایک و کامنت های قشنگتون و اگه تا الان کانالمو سابسکرایب نکردین کانالمو سابسکرایب کنین که خیلی خوشحال میشم و با ارسال این ویدیو برای عزیزانتون میتونین قیمت کفشا و همینطور تاریخچه زیبایی رو که تا الان نمیدونستن و اطلاع پیدا کنن. بریم با هم به تماشای بقیه ویدیو. خب عزیزان، باغ سپهسالار نام یکی از باغ‌های قدیم تهران در زمان قاجاریه و عهد ناصری بوده که در محدوده میدان بهارستان که جلوتر من به میدان بهارستانم میرم قرار داشته و متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده. تا قبل از سال 1385 در این منطقه ماشین تردد می‌کرده، اما بعد از آن این مکان به پیاده راه تبدیل میشه و قدم زدن در اون واقعا لذت بخشه، مخصوصا که بخوای کیف و کفش هم بخری. قسمت کوچیکی از این باغ باقی مونده که جزء آثار ملیه که جلوتر بریم میبینین، ولی آثار خیلی کمی ازش باقی مونده متاسفانه به علت آتش سوزی. سلام، مشکیه چکمه چنده؟ 50,800 چند؟ وارداتی ترکی چرمشان چرم دست مرسی.
این مرکز خرید زیبا هم همه کیف و کفش بود که خیلی از مغازه‌های اون خالی بود و هنوز اجاره نداده بودن. این ساختمان زیبا قدیمیه و خیلی خلاقانه با رنگ‌هاش قشنگترش هم کرده بودن. این 600 قیمت قبلش 800 بود داره؟ 800. اینجا تولیدی کیف و کفش هست، دقیقا پشت این خیابونا و به سراسر کشور هم ارسال میکنن. حالا داستانش هم میگم چرا همه این خیابون شده کیف و کفش. بله، رسیدیم به همان ساختمانی که از باغ سپهسالار مونده و قبلا خیلی خوشگل‌تر بوده با نقش‌های زیبا، اما به علت آتش سوزی به این شکل در اومده. حالا بریم که داستان باغ سپهسالار رو براتون تعریف کنم. باغ سپهسالار به مرکز خرید کیف و کفش در تهرانه که قبل از رایج شدن کفش فروشی در محله سپهسالار فقط 2 مغازه کفاشی در آن محله وجود داشته. بقیه مغازه‌ها مانند هر محله مسکونی دیگر مایحتاج عمومی مردم را تامین می‌کردند تا اینکه بانکی در این محله ملک خودش رو به شخصی میفروشه و اون نیز ملک خودش رو تبدیل به یک کفش فروشی خیلی بزرگ میکنه که از جای مختلف تهران به اینجا می اومدن و مردم اطراف مغازه‌های خودشون رو مثل همون مغازه تبدیل میکنن به کفش فروشی وقتی میبینن اون انقدر مشتری داره. و به همین صورت چند سالی که میگذره سپهسالار پر میشه از کفاشی‌ها و کارگاه‌های تولید کفش و کارگران زیادی در اون منطقه رفت آمد میکنن. به همین دلیل این محله دیگه جای مناسبی برای زندگی نبوده. کم کم اغلب خانه‌ها خالی میشه و آنها به انبار و کارگاه تولید کفش تبدیل میشه. باشه.
یا یه دونه پیش 24 نمره 38 بده. خطای دیده یا نور رفتن توی یه آقا میشه اینجا سیگار کشید؟ دوستان اینجا پاساژ بهارستان توی میدان بهارستان. این پاساژ هم مثل باغ سپهسالار کلن کیف و کفشه و طبقه پایین هم فقط شلواره، یعنی انواع مختلف شلوارا رو به قیمت عمده شما میتونین بخرین و واقعا مناسب و ارزونه. کفشا کلن توی باغ سپهسالار و همین قسمت حراج شده بود و بیشتر ویترینا چکمه داشتن. این هم کفشای طبی بود که چرم بودن با قیمت خیلی خوب 500,000 تومان بودن و بقیه چکمه ها همه که مثلا 1,100,000 بوده یا 1,000,000 بوده به قیمت 500 550 و 600 فروش داشتن. اگه دوست دارین برای سال بعدتون 2 تا کفش یا یه دونه کفش برای سال بعدتون بگیرین، الان موقع مناسبیه. این هم غروب زیبای میدان بهارستان. امیدوارم از ویدیوی امروز لذت برده باشین.